سلام، من اسم هستم و به این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و از همه مهمتر هالووینتون مبارک. موضوع امروز درباره خاطرات ترسناک و کوتاهه. یه بار تو تابستون تا 4 و 5 صبح بیدار بودم و طرح میزدم. پنجره اتاق من باز بود که یهو از بیرون دقیقاً زیر پنجره صدای موزیک محلی بلند شد. بیدار شدم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم که موزیک کم کم ولومش اومد پایین. بعد کاملا قطع شد. هیچ بنی بشری تو کوچه نبود. بعد این اتفاق شیر آب آشپزخونه که زیر اتاقمه با فشار بدی تو سینک میریخت. به محضی که در اتاقم رو وا کردم صدا قطع شد. رفتم نگاه کردم. همه خواب بودن. یه روز تو اتاقم بودم و تا اونجایی که یادمه مامانم و داداشم هم خونه بودن. بعد مدام صدای راه رفتن و تق و توق میومد. همش کانالای تلویزیون عوض میشد. منم با فکر این که حتما مامانم یا داداشمه به صداها محل نمیذاشتم. تا اینکه 1 ساعت گذشت که از اتاقم اومدم بیرون و دیدم هیچکی خونه نیست. وقتی زنگ زدم به مامانم گفت حدود نیم ساعت پیش رفتم بیرون و چون فکر کردن درس دارم صدام نکردن. یعنی تمام مدت خونه خالی بود. بعد از اون هر شب خوابای خیلی ترسناکی میبینم. شب داشتیم از بیرون با ماشین برمیگشتیم خونه. یه راهی هست که خیلی تاریکه. من اونجا یه مرد رو دیدم که کوتوله بود و کمرش خم بود و داشت راه میرفت. این یه چیز عادی بود و خیلی عجیب نبود. ولی موقعی که عینکمو زدم دماغش گنده بود و دراز، خیلی دراز بود. چشماش ریز بود و اصلا با آدم شبیه نبود. به مامانم گفتم حرکت کنیم و تو راه جریان رو براش تعریف کردم. ولی اون گفت که از دست رفتی و مسخرم کرد. روز اول ترم کلاس زبان موقع معرفی کردن خودم یکی از همکلاسی‌ها که خانم دکترم بود و سنش بالا بود با شنیدن اسم و فامیلم با تعجب نگام کرد و چشم ازم بر نداشت. بعد چند جلسه اومد پیشم و سر حرف رو باز کرد و گفت تو خیلی منو یاد دوستم میندازی که هم خوابگاهی بودیم با هم و دقیقاً اسم و فامیلش همین بود. خندیدم و به شوخی گفتم خب شاید خودمم. گفت نه اون که نمیشه. ولی متولد چه سالی هستی؟ وقتی گفتم 73 جا خورد. مات موند. گفت این دوستم که خیلی هم صمیمی بودیم با هم سال 73 تو خوابگاه خودکشی کرد و فوت شد. امیدوارم که از این خاطرات خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید و برای پارت های بعدی کامنت بذارید.